در این درس گیومتری تئورم پیثاگور رو دیده میبریم. تئورم پیثاگور همه میدونند، لیکن با یاری تئورم پیثاگور بعضی سکونجای مخصوص داریم که آنها رو در تریگونومتری استفاده برده میتوانیم. در بسیار جاها دیده میشوند. بیاین اول تئورم پیثاگور رو به خاطر بیاریم. چی بود؟ سکونجای راستکونجا باید داشته باشیم. بعد بین طرف‌ها علاقه است. چه علاقه است؟ کاتت‌ها، کادتی کاتت‌ها جمعشون به هیپوتنوز، کادتی هیپوتنوز برابر است. با این فرمول برابر هستند. بیایم به سکونجای مخصوص رویم. وقتی ما سکونجای راستکونجا با طرف‌های برابر داشته باشیم که کنج‌ها 45 گرادوس باشد، این سکونجای مخصوص است. یعنی 45 گرادوس، 45 گرادوس و 90 گرادوس. بیاین هیپوتنوز رو یابیم. هیپوتنوز با یاری تئورم پیثاگور میابیم. یعنی چی میشود؟ a کوادرات جمع a کوادرات برابر x کوادرات میشود و در اینجا x از جهت a نوشته میتونیم. یعنی 2a کوادرات میشود برابر x کوادرات. اگر هر طرف ریشه‌اش رو گیریم، ریشه 2 ضرب a برابر x، یا اینکه a ریشه 2 برابر x میشود. یعنی x میشود a ریشه 2. اگر ما مثال داشته باشیم و آن سکونجای مخصوص راستکونجا با کنجای با طرف‌های برابر، یعنی 45 در اینجا سه مثال داریم. به یگان فرمول استفاده برده، یعنی یک بار تست برای کار کردن جواب رو نوشته میتونیم. چی میشود؟ مثلا این سکونجای برابر طرف راستکونجا است 45 در اینجا جواب رو نوشته میتونیم که این 3 ریشه 2 از روی قاعده. در اینجا چی میشود؟ 5 ریشه 2 5 ریشه 2 x چی میشود؟ 5 ریشه 2 ریشه 2. یعنی 5 ضرب ریشه 2 ضرب ریشه 2 این میشود 10. یعنی تئورم پیثاگور استفاده برده میتونید. این مو شکل آسان‌تر و تست‌تر رو دیده برآمده استفاده. و از اینجا این هم برابر طرف است 45. اینجا x میشود. ما باید x رو یابیم. نگاه کنید چی باید شود؟ هیپوتنوز از روی قاعده ما باید x ریشه 2 شود. لیکن با ما دو است 7 است. یعنی برای x یافتن هر طرف به ریشه تقسیم کنید، این میشود 7 تقسیم ریشه 2، یا اینکه 7 ریشه 2 تقسیم 2 است. یعنی تئورم پیثاگور یک بار تیز استفاده برده شده. یعنی در آینده از اینجا پرسیدن سینوس 45 کوسینوس 45 تانگنس 45 با چی برابر است؟ از همین سکونجا یافته میتوانیم. دوم سکونجای مخصوص برای این سکونجای مثلا سکونجای 30 60 90، لیکن پس با اون رفتن یا یک سکونجای برابر طرف بگذار داشته باشیم. برابر طرف چی است؟ همه کنج‌ها با یکدیگر برابر است، یعنی 60 و همه طرف‌ها با یکدیگر برابر است. بگذار ابد 3 باشد و بیایم هر طرف‌ها رو 2a گوییم. 2a و 2a. باز در اینجا ما یگان پیثاگور ندیده ایستادیم. بیایم یک بلندی کشیم از a. یک بلندی اگر کشیم در سکونجای برابر طرف اگر بلندی کشیم هر کنجا ما میدونیم که 60 است. و اینجا چند میشود؟ این خصوصیت‌های سکونجای برابر طرف سی و سی میشود، چون که این کنج 90 است. این کنجا باید برابر شود. از این نگاه ما سکونجای 30 60 90 داره. و از اینجا چی حاصل میشود؟ این دو به طرف‌های برابر a و a تقسیم میشود و از اینجا ما بلندی رو هم یافته میتونیم. نگاه کنید سکونجای راستکونجای ما به چی تبدیل یافت؟ a هیپوتنوز 2a و بلندی رو اگر ما اینجا رو x کنیم چی میشود؟ x کوادرات جمع a کوادرات برابر است به 2a در کوادرات. یعنی x کوادرات جمع a کوادرات برابر 4a کوادرات است. x کوادرات میشود به 3a کوادرات و x برابر a ریشه 3. از اینجا چی خلاصه برآوردن ممکن است؟ بگذار ما سکونجای راستکونجا داشته باشیم. سکونجا خیلی هم خوب نیست. نگاه کنید این کنجا اگر 60 باشد 30 گرادوس باشد، از اینجا خلاصه چی میبراید؟ اگر روبروی 30 a باشد، روبروی 90 هم وقت 2a میشود و روبروی 60 هم وقت a ریشه 3 میشود. این قاعده است. یعنی برای سکونجای مخصوص. سکونجای مخصوص چه؟ اگر ما همین کنج‌ها رو داشته باشیم 30 60 90 در کنجای سکونجای راست اگر 30 داشته باشیم طرف‌ها بین خود هم خیلی علاقه دارن، یا 60 داشته باشیم. در مثال بینیم مثلا برای تست کار کردن یا کنین مثال 3 سکونجا داریم. این حاضر سکونجای
ростинҷои махсус. Агар ин 30 бошад, инҷа 60 мешавад ва ин 90 градус аст. Аз инҷо чӣ хулоса мебарем? Рӯбарӯи 90 градус 6, яъне рӯбарӯи 3 ду маротиба камтар бояд бошад. Яъне аз рӯи агар ин формулаga равем, нигоҳ кунем бо ябор. рӯбарӯи 3a, рӯбарӯи 90 2a, рӯбарӯи 6 a решаи 3. ва аз инҷо агар кор кунем чӣ мешавад? Инҷа бояд 2 шавад ва инҷа бояд 2 решаи 3. рӯбарӯи 6 2 решаи 3. аз рӯи қоидаи мо инҷа a аст. рӯбарӯи a 2a a решаи 3. аз ҳамин қоида истифода бурдем. акнун дуюмашро бинем. б бо омохи секунҷии махсус 30 60 90 рӯбарӯи 90 14 доштааст, яъне ин чӣ маъно дорад? рӯбарӯи 30 бояд ду маротиба камтар 7. рӯбарӯи 6 7 решаи 3. охирон мисолам дида бароем. рӯбарӯи 6 5 cx y. агар 6 5 бошад, масалан чӣ маъно дорад? x бошад, инҷа бояд x решаи 3 бояд бошад аз рӯи қоида мо, ва инҷа бояд 2x бошад. биёед аз инҷо равем, яъне x решаи 3 бояд баробари 5 шавад ва инҷо x чӣ мешавад? 5 тақсими решаи 3. x баробари 5 тақсими решаи 3, яъне инҷо рӯбарӯи 30 5 тақсими решаи 3 ва рӯбарӯи 90 2x, яъне 10 тақсими решаи 3 мешавад.